وقتی من تب میکنم اونم واسم تب میکنه همیشه واسه بابا خونه رو مرتب میکنه کل دنیا رو میدم. سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شدی باشه، درجه باشه. خیلی سحر کتی سر و سیما گمی سر دختر ما گفتم یک نمود پیرچسکای آسانه کنم مکتب شو مکسل کنم با اکفای کار باری خدم شوم. روزی که در خونه باشم روزی و خرنایی اول خونه در زفترک تیار میکنم شونه و خونه در میمونم شونه بعد خود میرم اکفای کارهای میدانو میشم. روزی که مکتبم سهر بعدی با امداد خونیم میخیزم اکفای کارهای میدانو میشم تا وقتی مکتبشون با وقترک میام یک گنج تیارشون میکنم میخرانم مکتبشون گسیل میکنم با اکفای می خونه را جمع کنیم. راستی بعدی مکتب میرم با کفای می تو اومدن شونه با خونه یعنی ما میکنی او خود میکنیم خیلی روز بگه میشه. اینم خیلی دوستانی عزیز رزینکا میزنم قلم ای پیش رزینکا خیلی میمونم برای پیرچسکا کنی و کم ترک موی سرم خیلی میگیرم کم ترک میبافم شو بعد ماندگی موی سرم خیلی پرک کم کم گرفته ای پیش قلم گذرانده و میکنیم میبافیم شو. بعد برای سپری پرسید بعد سوال دادن که سپری برای چی بود موی سرم مثال دراز میکنه چخه میکنه نگفتن. مرم در اینترنت زدم بعد در ویدیو خیلی تیار کردم نگفتم برای موی سر دراز کردن برای غوص کردن موی سر دختری من خیلی خشروه خیلی بگم که تنک یا غوصه خیلی نیسته نرمه نه خشروه موی سرش درسته اوج نمیکنه دراز نمیشه. بعد من خیلی اینترنت دیدم همین آلوی ویرا سپری تیار میکردیم گفتم بیا خیلی گلی آلو هسته خونه ده من یک بار سپری تیار کنم برای موی سر دخترم که دراز میشه. گفته جا نویسندگی بود هم موی سر دراز میکنه هم بقلاد میکنه هم یخ کی. اینم خیلی دوستانی عزیز خیلی تیار کردم نصیب باشه خیلی رزولتاتش میبینیم که چی میشه. خیلی بار کرد زدن در وی دراز نمیشه و همون ویش تمام شد. مثال دیدم که موی سرش خشرو شده میخ کشیده با نصیب تیار میکنم. بعد برای مسئله خیلی برای موی سر دخترم گرفته بودم تمام شد راستی دیگر نگرفتم. از ایجاد ما کم ترک ای مسئله جانسون بیبی هم خیلی کردگی میشه در تاجیکستان هم بودیم هم خیلی موی سرش کلتچه بود فقط من مسئله جانسون بیبی میکردیم شد. این خیلی دوستانی عزیز تا پایانه بافته میم دختر من موی سرش کلتا دروزه شوهرم نمیمونه که هم خیلی اچی نکنم میگه چه خیلی که باشم مون بیسته بینین یک طرفش خشرو نامد هم خیلی پیرچسکش ای سببی کلتا دروز بودن موی سرش با هم سر و سیمه بد بودم خیلی نمی خیلی دوستانی عزیز پیرچسکای آسانه گازی جده تا آخرشم خیلی بافته آمدم بعد قلمه میگیریم. Царь вселенной ты един, Аллаху, Аллах, и с тобой мой господин, Аллаху, Аллах, не сравнится ни один, Аллаху, Аллах, защити от сатаны, Аллаху, Аллах, покажи путь истинный, Аллаху, Аллах. Ты Господь единственный, Аллаху, Аллах, Хасби Рабби Джаллаллах, Аллаху, Аллах. اینم خیلی دوستانی عزیز وقتی مکتب کودکایم شید اینم خیلی بالای سرشتم خیلی لنته زدم به حد خشرو کودکم خرسان میشه. راستی چند بار گفت چجور یک بار کردن چند کس پرسید چه خیلی پیرچسکا کردن خیلی بعد کودک منو چه خیلی همین دوگانوی چنین خودش پرسیدن که چه شما چه خیلی پیرچسکا کردین خشرو اومده گفتم خیلی کودک با خیلی خرسان شد.
کاری هر روزه ما دوستان عزیز مولا را دادم رفته خواهرشان گرفتم آو دادم و نگاه کردم علفشان تمام شدگی علف آوردم ای علف خونه ای علف را خدمون زدگیم تمامی نمودی علف هسته ای علف ها بگیم 1 سال پیشننگی های خیلی کبود خشرو استدیم این سال وابشه نزدیم این سال خیلی پریس میتیم شونه بی علف خیلی بونیستن زمستان دا خیلی هازی انیق نمیدونیم که در همیجا میمونیم یا که میریم مولا را میفرشیم هازی انیق نیستیم ماهای اکتبر دا معلوم میشه هازی باشه ای علف را میبرم 1 درزه را میتیم شونه بود تا ساعتای 2-3 را میستم خیلی بیره بارون بیره برامدم خیلی بارون بعد عربا که در دستم بود بعد میره پوشیدم تنام تر نشد تا خونه را اومده نگفته این خیلی سنی عزیز علف آوردم بیرین همه جمع شده اومدیم پیش دهنده هازی 1 درزه شک شده میتیم درینی او آخر شده نمیتیم برای که بیره بارونه سراونو در درون میستن درون در آخری کلان خشو دارن نمی کلیدار در بگیم 1 قد آخره همورا هازی تازه میکنم علفشون میتیم مرغا رم دینه سر دادگی نبودم امروز سر دادم شونه مرغا بیا گفتیم میخوا بارونده بگردن پیش خونم خیلی ای کریشو هم خیلی آو ریختگی اونجا بازی کنن درینی او دا آو نبینین در علف چسبیدن اوجه 1 درزه شد رو ورده در کرموی باز 1 درزه دیگه شک شده میتیم شد قشه دایجه ریختم علف را این علف کپ کاوتش روی یه نشکه های بسیارش کشولا کرده خورده سه براد آمایدون خورده سه این ولاگی پیشی مال ها رفتنم روزی بازار بود چخیلی که دیدن سهر کتی رفتم همشه یعنی ما کردم پیش خونه برامدنم ساعت 5:30 بودم خیلی خمیر پیتزا گرفته ماندم و بعد رفتم کارخونه کارم شیدم اومدم بعدم خیلی یک پیتزای کلان کردم برای زفترک کودکای ما خیلی یگان چی شیری را نمیخورن راستی دوستان عزیز شوهرم نیستن چخیلی که میدونین وطن رفتگیان کاری بگیم که بیرونه کاری پیش مال و حال اغل توزکنی همه شو زیرش خدم کدیستم تا شوهرم اومدنه با خیلی ولاگا با خونه میشه کم کم ای بیرون تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشین خیلی دوستان عزیز